دونالد ترامپ گفت با آغاز دوره ریاستی جمهوریش برای سازش صلح بین روسیه و اوکراین سعی خواهد کرد، ولی هر دو طرف را می‌باید آماده گذشت باشند. باید سازش کنند. مردم زیاد کشته شد، مردم زیاده. او باید سازش کند و پوتین هم باید سازش کند. ترامپ قرار جو بایدن را که به اوکراین اجازه داد با اسلحه دورپروازی آمریکایی به روسیه ضربه زند احمقانه و خطای بزرگ نامید. روز بعد این اوکراین جنگ را تا به دل مسکو کشید. نیروهای امنیتی اوکراین مسئولیت قتل یک ژنرال روس را بر عهده گرفتند که در نتیجه ترکش بمب و چند کیلومتر دورتر از میدان سرخ کشته شد. تحلیلگر ویلیام پومرانس میگوید قرار ترامپ درباره کاهش کمک برای ارتش اوکراین عاقبت‌های بد دارد و ترامپ را در مقابل متحدان آمریکا قرار می‌دهد. من درباره آینده جنگ یک اختلافات نظر بین اعضای ناتو و ترامپ را می‌بینم. وقتی ترامپ درباره سازش گپ می‌زند، واقعاً منظورش این است که اوکراین مذاکره کند و تسلیم شود. او برای روسیه هیچ شرطی نمیگذارد. حکومت جو بایدن که ماموریتش به پایان میرسد سعی دارد تمام پول را که همچون کمک نظامی برای اوکراین اختصاص داده است تا پایان حکومت داریش خرج کند. سببش هم این بوده است. اگر اوکراین را محافظت نکنیم، هیچ جای را محافظت کردن نمیتوانیم. اما قرار نهایی درباره ادامه کمک به اوکراین در دست کنگره آمریکا است. به نظر من انتخاب ترامپ معادله را تغییر داد. فکر میکنم که او کسی است که به یک راه حل آورده میرساند و ما منتظر رهبری او در این زمینه هستیم. اریکا لی کارتر وکیل حزب دموکرات به ادامه حمایت از اوکراین تاکید میکند. من فکر نمی کنم که تا زمان پیروزی اوکراین کسی از جنگ دست می کشد. مسئله هم این است که آیا اوکراین آماده حل و فصل مسئله هست یا نه. اعضای حکومت ولادیمیر زلنسکی روزهای اخیر برای جلب حمایت از لهستان همسایه سر کرده تا به فرانسه و استرالیا رفتند. چند پیش وقتی از رئیس جمهور زلنسکی پرسیدند آیا آماده بس کردن جنگ و نشستن سر میز مذاکره هست، او گفت اول باید ضمانت امنیتی داشته باشد و نقشه صلح را ببیند.